اگه میخوای یه شنیون اروپایی جذاب یاد بگیری تا آخر این ویدیو با من باش. تقسیم بندی رو طبق تصویر انجام میدیم. تمام موها رو کرلی میکشیم. قسمت صدف سر، دسته های مو رو همونطور که توی تصویر میبینید پهن میگیرم تا سرعت کار بیشتر بشه. دسته های مو رو به هر جهتی که دوست داشته باشید میتونید حالت دار بکنید. من یک دسته به سمت راست و یک دسته به سمت چپ کرلی کشیدم. موهای چتری رو هم به همین صورت تمام موها رو که حالت دار کردم، حالا از پایین ترین لایه قسمت صدف سر شروع میکنم به چیدمان. دسته اول رو جدا میکنم، بهش اسپری وزگیر میزنم و روی کار دیزاین میکنم. دسته های کرلیت رو دقت داشته باشید که تمام دسته ها باید توی قسمت ریشه پوش داشته باشن و بعد از اینکه به اونها وزگیر میزنیم به جهتی که کرلی شده به همون جهت روی کار دیزاین میکنیم. قسمت صدف سر رو که کامل دیزاین کردیم میریم سراغ چتری. من چتری فرق وسط برای این کار در نظر گرفتم. لایه اول رو جدا میکنم، روی کار میزنم و لایه های بعدی رو بهش اضافه میکنم. دو طرفه کاری که انجام دادم تمام موها رو میارم پشت سر و فیکس انجام میدم. حالا از قسمت دوم اصلی طبق تصویر شروع میکنم به چیدمان. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. پیجمون رو فالو بکنید، کلی ویدیوهای آموزشی و کاربردی داریم.